الان بخی حبس ابد جرم ترسیم رو جرم سنگین الان گفتم این مدرسه بدون رسید علی فقط قضیه علی و محمد این مدرسه بدون رسید علی کاری کافی نه من برای چه کاری نکنم غیر قانونی من اومد یه درختی هر کاری هم با این صحبت بی همین خوش مدرسه انا ها لا تستسي أنت تسمع الله تقول شو أنا أبغى ما زلت عشان ببین مدیه هودی بدی راهیمه مثلا چی بدیم راضی مثلا مدیه چی نبین
سلامت باشی ممنون بفرمایید. من آقای وحیدی هستم. بازار دادگاه. بفرمایید. امکان داره یه تنبیه برگزار بگیرم بزرگی اگه میشه شما رو ببینم. دلیلش اینه که بیام حضوری ببینید. حالا اگه تشریف آوردین حتما دلیلشو براتون میگم. ولی خب حتما باید ببینم تو باطبه. امکانش هست؟ اگر نیام چه؟ الو 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 گم اگر نیام چه؟ من خیلی دارم منطقی آروم از شما درخواست دارم. لازم نیستم عصبانی بشید و این نمیآید قرار به نفسونه. حتما یه تشریف ما بزنید و شما نمیشید. یاد براتون میفرستم. لطفا تشریف بیارید. راجع یه موضوعاتی از ما هم یه صحبت کنیم. من هیچ کاری نکردم که بیام راضی به موضوع با حرف بزنم یا بالاخره هرچی. توجه کنیم همه ما هم خودتون همون میدونیم که اون مادرتون که همه چیز رو پذیرفته تنهایی نمیتونید این کار رو بردارید. این یک. دوم الان اگه شما تشریف بیارید خیلی براتون بهتره. اگه تشریف نیارید با ادعای دادگاه بعدا مجبور میشید خودتون کنید. الان میایم ولی کارم هیچ ربطی هم به من نباشه. حالا باشه باشه تا اونم چی باشه من راضی به یکی من رفتم از رو با او بیا حرف زیرا من تیتی به علی گفتی. نه من در واقع هیچ چیزی به علی نگفتم. خب الان این سیتی کن بیا. من از چیزی خبر ندارم. چیزی هم به آقا علی نگفتم. من بروم اوزه یه چیزی بوی که وقت رفت داشته بویه اوزه تا خود خدونید بلای سر دلیت یارم چوشت. هر کاری دوست داری انجام بده. باش فقط بفهمم که مثلا یه کاری بوی که وقت رفت داشته یا یه حرفی زیره بود اوزه بلاستر دلیت بیار.
آدرس برام پول بتونم. یا آدرس برام وای. ممنون. زين زغمني خلهم برام كورو. پرونده علی چیز نظر منه الان علی تمام مدارش رو داره مدارش چه؟ کار ناشه به مدارش پرونده الان دست کنیم و تمام مدارش همیشه برسولم داخل کنار یکی هم تمام مدارش رو داره مثل ترک شدنه تو یا
در راه حل را بیشتر بزرگ کنی یا برای خودت معرفی کن تا علی یا هم یه چه برای اطلاق تا علی بسون معذری تا علی بیار هزار خدا جواب منه خیر من اطلاق ما علی سنم نه کاری کردم که برام اگر اطلاق نسون یاسر مدرک داره شکایتی کنه به چیت خودی رفت مثل اجیا اگر برای شکایت کنه کار زاری بود داخل دادگاه ظلم سنگین و هیچ کاری نشه هر مدرک چی داری مدرک برگامو مخاطب به علی هر طوری یا بود بیشتر علی سکن علی با مزاینده دیان چیزی الان تمام مدرسه رو همه مادام تو به تو آموزانه درخواست کنید مدرسه رو بده من ندارم و اصلا هیچ کاری نشه علی که مدرسه درخواست اصلا بیخوری سسالی در آمد آدمی چون مدرسه دانش با علی صحبت یا بیو بوده به دور که خود اطراف دادگاه هیچ جایی نشه که بخوام اعتراف کنم یا بره به دادگاه اعتراف کنم تا جرم کمتر بزنه یا هم علی با هم صحبتی که من باید صحبت کردم یه راه حل همیشه هم به نفع هم به نفع علی هم به نفع خانواده اینه که برای علی اطلاق بسون تا این مشکل جریان حل بکنه مثل آتیسی جدا اصرار میکنیم مثل تو طلاق مبعدی بسونم هیچ وقت طلاق مبعدی نیستم هیچ کاری هم نکردم زهرا ولش دیگه رفته علی داره الکی مدرک الکی به مصوری کنیاری داره سکون علی قبلا چون مثل محیط مدرک بتن میگه خب من هیچ کاری گفتم و دست اون برمیاد ولی الان مدرک داره مدرک هم داخلی پوشه خودی مدرک رو برام نمیشه سالات میتونم بشه غیر قانونی چه بخوام مدرک رو برم غیر قانونی نیست که بیای از اینو زیر درخت بین من این سرا با ما در مورد مدرک علی حرف بزنی دارم راه حلی من اصلا کار با این کارا ندارم من راه دارم یه حتی بیام دادگاه بزنم این مدرک علی دارم من دارم قشنگ کنم به راه مستقیم برم چه بدونی زیان حالا خود بهتر علی راه حل نداره یا برای اطلاق داره علی رسول دایی ماجرا دیدم به خصوص هم تو تبر و هم این خانواده است همون میگم یا اگر دیگه برای مدرک رو برام دادگاه نشون بدم این خانواده چه شو سر سامون گرفت زهرا بی علی نویل کرد رفت هیچ کس خبرش نداره من هم خبرش ندارم فکر زهرا و علی بس علی مدرک رو مدارم سری پرونده کاری کنم خب الان هم میگه رسید تو اطلاق نقطه نشد اگر او بچی اگر او بچی به کار بود کار اجازه بچی بهتری جناب قانون سیکولار دادگاه نه و علی بگو هیچ وقت مطلق ما و علی نیستم زمان طلاق ما و علی سنم که برام سر خاک اینه از طرف ما برام علی بگو الان خود بهتر میری از نظر من خیلی وید راه حل چی انجام بده وگرنه اگر این پرونده به چشم دادگاه به چی شن به چی سختی گرفته میشه اگر پیگیر کارت بود کارت زار داخل خانم مثلا داخل دادگاه برام معبد یا مزید واسم برام طلاق ما و علی بسنم یا برام خم نیت کارشون که برام خم تعویض کنم طلاق ما و علی بگو هیچ کاری نمی‌کردم این حرف دیگه و خرج نشه کن مدرک ده تمام شواهد داخلی توش نه الان این مدرک رو برام تا من مدرک هست هم اصلا مدرک هست اگر خیلی شده احترام بشه به چی رو دادگاه نشه اسی فهمید دریان الان سرساج به من بگون به سرسای مدرسه رو بتونیم غیر قانونیش بخوام بشه الان این دفاعات مثلا من بگم دفاعات انجام بده هیچ کس اصلا من چطور برم این دفاعات قبول کنم مجبوری سکون گوش بره به حرفم به نظر موبر خط معرفی کنی بهتره علی تا قاعده نار زدمون تهاران یا بره خط دادگاه معرفی که قشنگ تموم جرمه به گردن میشه یا هم اگر خیلی یا بره به علی اطلاق بسون تا علی هم رضایت داره تموم بکنه سکو این مدرکی که داخل خانه وزارت تنفان مثلا بود الان گفته اون خود بده وزارت من بود برم واسم تا حبس ابدم طلاق موعدی نیست الان دخی حبس ابد ظلم ترتیبی ولی ظلم سنگین الان گفته بود این مدرکی رو من وکیل علی به هر غلطی خط علی و همه تو خواب این مدرکی رو من علی کاری و کارتی ندارم من میتونم برم شکایت نکنم بگم غیر قانونی من آوازی یه درختی هر کاری هم بگم خلاص مدرک داخلی پوش ناره الان خود بهتر بگو خانم سنفور من میترسم داخل دفتر یا محلی کارم تمام کنم من بلا سرتیارم میدونم که کارای کنه کثافت آشغال اینه همش چیزی خود بهتر
چی اصلا راضی نیست. ما الان دو تا راه دیدم که بهش گفتم تدریس هم شدم چون مدرسه تیمون و فلان با من اصلا راضی نیست. تو محاضرون برم زندون حبس اول بخواستم احترام علیه نیست. به نظر من این راه دوم کلاس این تا بنشونم. به نظر من میشه ترکیم دادگاه بزرگ میشه بکنم. تا کلاس. من تا اون صحبت باشه. گفتم بعد مدرک دارم شواهد دارم تا اون راه آدم هم دیگه دیگه اصلا تحت شرایطی اصلا راضی نمیشه. هرچند باید سیزده هم مری بیش چیزی گفتم مثلا به زور بردون حالا یه دسته پای میایم به عنوان مری درون که باید غیر قانونیه میخوام اصلا این مشکلی باید آچه کلیش کنم مثلا که این بحثا تا اون ممکنه بحثی مری کتن برای بچینه این مری مشکلی ببین اولین چیزی که دادگاه بخواد باید مدرک باید اولین کاری که میگم مدرک رو راضی بدیم که غیر قانونی بیتون و دستگاه زیر باش برای دادگاه اگر مدرک رو چری کار ازاره اصلا هر شکایتی یا دادگاه مدرک الان من این مدرکه رو ناشته اون سسانی که سوال رو تدید هر یه فکر مدرک بدیم که دستگاه میگه که غیر قانونی زیر چجوری کار زیره همین طرح خم انداز شناسی همین طرح میشه دستگاه الان سکو تا فیلم چی دوش این فیلم میشه این دوش بایی بنده خواهم داکات چی بگی؟ بایی صحبت چی بی؟ الان این خوش اطرافی که آقا مثلا الان همین یه خوش مدرشی الان تا بفرستم ایسی تو یو الان فکر اومده سی پی بده رازیه داخل ویدیو میگه چی مثلا حتما مزرعه طوری نیست همین اصلا یه مدرک اولی که ما بتونیم الان فیلم بگوش ما مثل تغییر کنم انجام میدم بعد اینا مثل پرونده این خوش مدرک خوبیه اینا بازیکن خوب میشه اینا مثل پرونده بیشتر زیبا دوش سه میشه الان باشه فرست میسی کارش انجام فرست این دستگاهی کار ان شاء الله انجام باشه ولی خب راضی هستن این راضی نمیاد چی باش صحبت کردم باشه الان ان شاء الله موفق دست در امیدوارم خدا دست در این بازم زارتی بابا اپراتور اپراتور اگه قسم میخوام این وچید این طرح خیلی کار انجام رسید و بخوام خیلی کار همین چه بگم الان دیت و تهدید شده این طرح انجام بده اون ویدیویی بیا نشون بده تمام بر رازه چه اتفاقی باشه الان اگه تونستم میام برات انجام میدم چون الان خواهر منو دوباره تهدید کرده بخاطر قضیه من کارش انجام میدم اصلا نجات نداشتم باشه من نیازها تا مدرکت بیان رو من بهش گفتم و علی تو هیچ زمانی برم تا اول همه زندانی خواستم هیچ مدرک هم میکنی و من زور کنی از دید شده بودم الچی پلیچ هیچ وقت هم بهش گفتم بهش بگه غیر از راضیه برای زرعی خاک تازه طلاق شه و علی بس باشه نه بس ببینیش ببینی بسا گم چه نکرسنا انا معلوم تیده
تیره چی کنی؟ بودر بیو رفتیم کورو مرسی منتظرت بیرون خب اینه چی که خیلی که لرز غازه بینه تو کاش بس متنزه حتما کارت داشت زن بازرس همه مدارچ خاص یعنی باش بگم چی مدارچ پیرات شد تو کوری بی خودم خب باش صحبت کنم بازرس خواهم کار باش انجام پی کوری بی رازی کوری بی بازرس زن یه زیر باش صحبت کنی زیان اله باش بی تمام اصلا زیان نیستی دینش رفته دیدیش؟ یعنی گم بعد رابطه مثل از این طریق لرش بهش طلاق بسونه یا اصلا سر از حساب طلاق نیم دیگه الا بلا باید موافق اما باش همین صافت آش الان مدارش خطیت مدارش خطیت داشتی 4 سال بار بشه ها؟ لا فرست بس این اما فرست باز اصلا گوشی می حالا برام فرست تو بریسی چه؟ همش یعنی ببینیم یهو دیر به دیراهی می اصلا من چی باید دیوم راضی اصلا من دیرا چی نبینیم ایسی که تیگی نه باز از الان مدارش فهمست رازیه؟ چی تیته؟ نه فهمست مدارش فقط چون چه باز از سنشگیری شاید چرده؟ نه شخصی باش که بازار کن باش صحبت چی کار لکن تمام چی بزنش بتاب خب رسیم تا جایی باش سوال مورد